دو نفر از منفورترین آدمایی که توی عشق ابدی شرکت کردن، یعنی نگار و زهرا، دیشب یه لایو جنجالی داشتن. به یه سری از سوالات و حواشی که پیش اومده بود پاسخ دادن. اما نکته‌ای که خیلی مهمه، چجوری شما تونستین توی 9 قسمت انقدر منفور بشین که کامنت ها و هیت های خیلی زیادی سمت شما بیاد. حتما بهتون توصیه میکنم چشتون به کامنت هایی که مردم زیر لایوشون میذارن باشه، ببینید که چقدر منفورن این دو نفر. البته این نکته رو بگم، علی، نگار، زهرا تا قسمت 9 جزو منفورترین آدمایی هستن که توی عشق ابدی حضور داشتن. بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم بریم این لایو جنجالی رو با هم ببینیم. خب انجامش نده دیگه. پس بیاین رو قبول کنیم که انسانا امکانش هست، ممکنه، اصلا خطا برای آدمه، برای انسانه و انقدر یه سری چیزا رو بزرگ نکنید، نه فقط برای من، برای کل بچهای برنامه. من یه چیزی میخوام بگم. یه کامنتی خوندم الان بچه‌ها نوشته بودن که قهرین، مثلا با تناس قهرین یا با دوستای دیگه‌تون قهرین. نه، ما اصلا یعنی ما شخصا یه همچین آدمایی هستیم که ماها انسانیم، قرار نیست ما با کسی قهر بکنیم، نه قرار نیست از کسی بخوایم ناراحت باشیم. فقط خب حالا سر یه مسائلی خب ما بیشتر خودمون با هم دیگه دوست داشتیم لایو بزنیم، وگرنه هیچ کسی اینجا با کسی قهر نیستش. من بیادب نیستم، من فقط با هر کسی مثل خودش رفتار میکنم، با یک خانم مثل خانم، با یک آقا مثل آقا. من بچه‌ها ببینید، من رابطه خیلی صمیمی با مردها دارم. یعنی من اینو انکار نمیکنم، من اکثر دوستام پسرن و یعنی از بچگی من با پسر خاله و پسرعمو هم بزرگ شدم و اونجوری که بهتون میگم رفاقت باهاشون دارم، واقعا رفاقته. این که شما یه سری کلمات رو برای من استفاده میکنید، میگید لبندی داری میکنی، ببینید واقعا اینجوری نیست که شما فکر میکنید. شاید از بیرون اینجوری دیده بشه، من اینو قبول دارم، یعنی شاید واقعا از بیرون اینجوری دیده شه، ولی هر پسری که الان با من دوسته، یعنی دوستای چند ساله دارم، من دوست 15 ساله یه پسر دارم، 8 ساله، 9 ساله، خدا رو شکر تا الان هیچ وقت رابطمون به جایی نرسیده که من بخوام به اون حسی داشته باشم یا اون بخواد به من حسی داشته باشه. یعنی مثل دو تا آقا یا مثل دو تا خانم. من میخوام اینو بهتون بگم که حتما وقتی یه خانم و یه آقا با هم دیگه صحبت میکنن، حتما دلیلش این نیست که اینا میخوان یه رابطه‌ای رو شروع کنن، یا مرده مثلا داره یه حرکاتی میزنه برای خانومه یا خانومه داره لبندی میکنه. قضیه اینه. اینا رو هم باز در آینده شما در برنامه خواهید دید. بله. خبرچین اومد. خبرچین کی بود؟ نمی‌دونم. نگار با فرشاد بازم تو رابطه ای؟ بله فرشاد یکی از دوستای خوب منه الان، چرا نباشه. و به این نکته من تو قسمت قبلم توجه کرده باشین، گفتم ما با هیچ کسی قهر نیستیم، با همه در ارتباطیم. با فرشاد ادامه میدی یا نه؟ نمیدونم. ببینید سوالایی رو نپرسید که ما خدایی نکرده بخوایم سوتی بدیم، چون برای خودتون جذابیتش میره، جذابیت برنامه میره. آره. یعنی صبر کنید زمان خودش همه چیز رو ببینید. فقط یه نکته من این وسط بگم، موهای من کوتاه شده بود، مجبور بودم موهای علیرام کوتاه کنم. شرط بسته بود. باید انجام میدادیم. و من یه چیزی رو می‌خواستم بگم، واقعا بعضی از کامنت هایی که میذارید اصلا به نظر من در شأن و شخصیت ماها نیستش که بخوایم همچین کامنتی رو برای اطرافیانمون باشه یا کسایی که حالا هستن یا همجنس خودمون، غیر از همجنس خودمون باشه بذاریم. ولی خب باز هم من تشکر میکنم ازتون، ممنونم و اصلا من توجهی به این کامنت های بد و زشت نمیکنم. امیر کامera به کیف خود بندارن. بیا الان داشتم لبندی میکردم واسه امیر. سرشم تو چه خبره؟ خوبی تناز؟ به نظرم سبدو امیر حسین ازدواج کردن. بچه‌ها خیلی جالبه واسم، بعضی وقتا که حوصله‌ام سر میره میام کامنتاتون رو میخونم، یعنی یه سری چیزا میگید که آره من فکر میکنم فلانی با فلانی اوکی میشه، فلانی خیلی جالبه واسم طرز فکراتون، یعنی واقعا حرف نداره. یه جا نوشتن زهرا چرا با میلاد نموندی؟ میلاد خیلی پسر خوبیه، ولی خب بعضی اوقات خب نمیتونی اون ارتباطو با کسی که میخوای بگیری، چه من حالا باشم چه میلاد باشه. شاید میلاد نتونست اون ارتباطو با من بگیره یا شاید من نتونستم، ولی یعنی دو طرفه بود این موضوع. بچه من یک توضیح ریزی راجع به علی میخوام بدم، چون خیلی کامنتار میبینم راجع به علی. بچه علی به شدت قلب خیلی خیلی پاکی داره و خیلی ساده. یعنی شما این بچه رو اگر نزدیک ببینین عاشقش میشین، به معنای واقعی دارم اینو بهتون میگم. به شدت پسر خیلی خوبیه. خواهش میکنم ازتون انقدر زود قضاوت نکنید. فقط همینو میتونم بگم. متاسفانه به خاطر قراردادی که داریم ما خیلی چیزا رو نمیتونیم بگیم، ولی واقعا علی اون طوری که دارین راجبش صحبت میکنین توی کامنت ها نیست که چرا توی برنامه اینجوری رفتار کردی. شما ببین همونجوری که خودتون متوجه شدید همه چیز رو ندیدید و نخواهید دید. طبیعیه، یعنی تا الان هر چی که پخش شده تا الان همین چیزا، بیشتر از اون پخش نمیشه. یعنی بعضی وقتا چجوری واسهتون توضیح بدم، یه عقرب میاد گازت میگیره، خب جیغ میزنی، همه میپرسن چی شد، چرا جیغ زدی، داری ادا در میاری. هیچکی اون عقربه رو نگاه نکرده که از پایین اومده تو رو نیش زده و متاسفانه همچین قضیه‌ای پیش اومده توی قسمت‌های اول.
چرا با دختر مشکل داری؟ من با دختر مشکل ندارم، ولی با دختری که با من مشکل دارن 100% مشکل دارم و اصلا انکار نمی‌کنم اینو. زهرا پرسیدن که چرا همه گارد دارن راجبت نگار. بچه‌ها در واقعیت توی زندگی همیشه همینطوریه، از دور همه گارد دارن، ولی یکم که بهم نزدیک میشن، یعنی من بهترین دوستام روز اول نسبت بهم گارد داشتن و در آخر میگم الان دوستای 10 15 ساله هم دارم. من یعنی 29 سالم، اما دوستای 15 ساله دارم و این خیلی نرماله. شاید به خاطر رفتارهای خودمه که همه نسبت بهم گارد دارن، خوب یا بدشو نه من تعیین میکنم نه شما، ولی همینه، شخصیت من شکل گرفته و الان 30 سالمه و این گارد گرفتن مردم نسبت بهم و برعکسش گارد گرفتن خودم نسبت به مردم رو دوست دارم، چون اجازه نمیدم هر کسی بدون تست وارد زندگیم بشه، چه دختر چه پسر. حس نمی‌کنین همین حسین با نقش صاحبخونه خیلی جوگیر شده بود؟ نه خیلی هم جوگیر نشده بود، ولی خب کلا دیگه خب صاحبخونه یه سری وظایفی رو داره و باید توی اون خونه انجام بده، یعنی اگر صاحبخونه اون وظایف رو انجام نده نمیشه، بعد یه سری از چیزا رو کنترل بکنه، بعد یه سری از چیزا رو به بچه‌ها بگه و این جزء وظایف صاحبخونه بود اونجا. مریم نوشته نگار کلا آرومه ولی تو برنامه پشت صحنه هرسش میدم. من نمیخوام اینو بگم، ولی بچه‌ها من نمیتونم توضیح بدم، دست و بالم بسته است. فقط یک چیز میگم، همه چیز اون چیزی نیست که شما توی یوتیوب میبینید. میگن چرا اینقدر لوسی؟ من بعضی جاها ببینید خانوم لوس بودن، لبندی یا این چیزایی که دارید میگید اینا برای یک خانومه. نه عزیزم، من رو انتخاب نکردم که، من فقط در مورد علی توی پروگرام صحبت کردم، گفتم به عنوان یک نفر یه دختری که دوست دارم، مرد مورد علاقه میتونه این شکلی باشه و اخلاق و روحیات و احترامی که داره به بقیه میذاره و من آنالیز کردم و دیدم واقعا خب علی یه پسر نمونه‌ای بود توی اونجا. همه بچه‌ها خوب بودن ولی خب اون احترام و چیزای دیگه‌ای که توی علی دیده بودم فعلا نتونستم تو بچه‌های دیگه ببینم. بیشتر از اون نمیتونستم بگم. این میدونستم، فکر کردم این موضوع بین خودم و نگار میمونه که دیگه واویدا و از هیچ چیزی هم ما خبر نداشتیم. اومدیم و حتی یه موضوعی پیش اومد که ما تازه فردا شبش فهمیدیم چه خبره. نگو که بچه‌ها شنیده بودن مگه نه نگار؟ حرفای ما رو بگو بخندم، چرا بعد چیز باشم؟ نه ناراحت نشدم بچه از اینکه موامو زدم. خب شرط بسته بودم و من آدمی ام که هم جنبم خیلی بالاست و همین که خب جایی که دیگه شرط بستی دیگه باید قبول بکنی. عوضش هم من در اومدم دیگه، عوضش هم تو این قسمت امروز علی موهاشو کوتاه کرد. فرشاد ببخش من امروز انگار سرتو داد زدم توی برنامه. من از همینجا معذرت میخوام، اصلا امکان نداشت کسی داد بزنم ولی انگار داد زدم.